چطورید؟ من اهورا هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم بهتون یاد بدیم که مقدمه درست اومدیم بهتون مقدمه بلاکسفروت رو یاد بدیم که اینکه چیکار کنید چیکار نکنید و دیگه بریم یاد بدیم. اول از اینکه اسپان میشید میگه میخواید مارین شید یا پایرت. وقتی پایرت رو انتخاب کردید داخل این جزیره اسپان میشید که اون پایین تقریبا اون پایین سمت چپ آخری یه چیزی دارید نوشته کامبت به انگلیسی. اون مشتتونه. اون مشتتونه بزنید، میتونید مشت بزنید باش. مشتا همینطوری قبلی نیستن و حتی این جونتون. داخل این منوی که چند دقیقه پیش نشون دادم استاتسه. شما با فارم کردن میتونید استاتستون رو ببرید بالا و بدید به جیب. فان شدید میاد اینجا یه ماموریت میگیرید و میاد این انمیا رو میکشید. اینجا گفته باید 6 تا از اینا رو بکشید. این 6 تا رو بکشید بهتون یه مقدار پول میده و یه مقدار لول. و وقتی لول بگیرید بهتون پوینت هم میده. با این پوینت ها میتونید همین استاتسی که چند دقیقه پیش گفتم رو قوی کنید. ثانیه یه چند ثانیه پیش همین کار رو وقتی ادامه دادید که به لول در رسیدید، قطب نمایی که این سمت چپه بهتون یه ماموریت میده که روی صفحه مارک میشه اونجایی که چیزه روی جلوتون و میرید توی اون جزیره که اینجاست. این اومدید اینجا با این NPC صحبت میکنید و دوباره اولی رو میگیرید. وقتی اولی رو کشید میگه برو این مانکی ها رو بکشید، میمونا. حالا شما اینا رو کشید. وقتی اینا رو کشید اینجا دیگه مثل مثل اون قبلی ها نیست. اینجا طبعا چیز داره بهتر، یعنی پیشرفته ترشو داره. چند تا NPC قوی تر هم هست که ماموریتشون دوباره میاد میگیرید. اونا حالا باز پول بیشتری میده. یه باس هم داره که در واقع چیز خاصی نداره بخوام یادش برم. شما وقتی همه اینا رفتید میرید توی جزیره بعدی و دوباره همونطور که بهتون یاد دادم قطب نما میرید به جزیره بعدی و اینا. وقتی لولتون بالاتر رسید به یه حدی خودش میگه، بعد میرید اونجا و اونجا دوباره همین کارا رو میکنید. اونجا باید لول 50 بشید. لول 50 شدی تقریبا 38k پول میخواد که میاید اینجا با این NPC صحبت میکنید و از اینجا بهتون وقتی از اینجا خرید کنید بهتون رندوم یه میوه میده. با گزینه اول که بزنید میتونید میوه رو بخورید و قدرتش رو به دست بیارید. گزینه دوم رو بزنید میتونید دراپش کنید واسه دوستاتون که دوستاتون ازش استفاده کنن. گزینه سوم رو بزنید میتونید میوه رو بذارید توی کیفتون و حالا بعداً هر کاری خواستید بکنید باش. همینطوری ادامه میدید تا به لول 700 برسید. وقتی این کارا رو کردید دیگه اینجا کاری ندارید و باید برید داخل دریای دوم که واسه رفتن به دریای دوم هم یه ویدیو آموزشی جدا میسازم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار همگی شما.